مشخص دوید با گروهی 24 اون چیزی که شما اینجا نوبار کردید در حقیقت چند وقت پیش یا چند نفر نمایندگان گروهی 24 رسما به سود عالی مراجعت کردند به شکل خطی و درباره اثر نو دیده برآمدن قرار سود عالی اویدی همچون تشکیلاتی تروریستی و اکستریمیستی اعتراف کردن گروهی 24 مراجعت کردند و شایمانی هم اظهار کردند که مقصد اونا صادر کردن عملهای تروریستی نیست. خب یک چند نفری که به سود عالی رسما مراجعت کرده بودند موقع آنها با موقع اعضایان دیگری گروه 24 مخالف بود. در حال اونا مسئله گذاری کردن که نه ما موقع ما دیگر کردنی نیستیم. خب چند نفری که مراجعت کرده است این فکر اونا هست، لیکن ما مقصد هدفهای خود رو داریم. مراجعت آنها در سود عالی مورد آموزش همه طرفه قرار داده شد. با سبب رعایت نکردن طلبات قانونگذاری عمل کننده و بعضی مسئله های ناروشنی که پیدا شده بود رسما به شکل خطی به نمایندگان شخصانی که مراجعت کرده بود از جانب سود عالی جواب خطی روان کرده شد و حالا یگام دلیل یگام حالتهای نو یگام حالتهای استثنایی برای بازنگری کردن قرار سود عالی درباره تشکیلات اکستریمیستی اعتراف کردن گروه 24 موجود نیست.